سلام دوستان، پاشا حکیم هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. همونجور که از تامنیل دیدید موضوع در مورد لوگو و از اینجور حرف هست و میخوایم چالش های مهندسی رو با لوگو ببینیم. توی اینستا این موضوع رو دیدم، خیلی باحال بود برام. گفتم یه لانگ ویدیو ازش بسازیم. بریم سراغ ویدیو. خب اولین ویدیو رو بریم با هم ببینیم. الان مثلا اینجوریه. الان مثلا شکل موتور رو این چیزا شد. الان تعادل نداره. خیلی ویدیو رو باحال از نظر من نمیدونم سر. الان باید چیکار کرد؟ ولی خب اینا تو واقعیت سخته. اینا چجوری میخوای بسازی تو واقعیت؟ دیگه اینو هر کاری کنی نمیشه. روی این خط میله است. میخوای چیکار کنی الان؟ بنازم فکر رو حاجی فکر رو باید ولی واقعا اینا تو واقعیت سخت اصلا اینا خیلی سخته اینجور ویدیوها رو بسازی. یعنی همچین تعادلی رو تو واقعیت بسازی واقعا سخته، کار سختیه و ولی خیلی جذابه این ویدیوها از نظر من. سراغ دومین ویدیو من. اولین ویدیو خیلی از نظر من خوب بود. اگه تا اینجا اومدید خوشتون اومده حتما لایک کنید. بریم سراغ ویدیو. خب اولین نتون استارت کنه. چرخار کوچولو بود، چرخار رو عوض کرد، فاصله رو الان فاصله رو زیاد کرد. خیلی نمیخوام حرف بزنم که ویدیو به یه جورایی بد بشه، پس دیگه خیلی حرف نمیزنم، فقط خودمون ببینیم اونجایی که لازم شد حرف میزنم. الان واقعا لازم بود حرف بزنم. الان چرخاش چون محور چرخاش خیلی با هم دیگه فاصله داره نمیتونه اینجا رد کنه، وگرنه شاسی و ایناش خیلی خوبه. دیدی؟ چرخاش رو آورد نزدیکتر، دو تا چرخ وسط رو دیدم که فکر کنم وزن عقبش زیاد، به خاطر همین از عقب در رفت. دیدی؟ تعادل رو حفظ کرد و رفت. بازم رید شاسی رو درازتر میکنه. والا این گاردون ها چجوری اینقدر دور داره؟ فاصله رو بازم زیادتر میکنه. الان مثلا میخوایی چیکار کنی؟ خیلی خوب شاسی این خودرو دراز هسته، به خاطر همین گاردونش به لبه میخوره. حالا باید چیکار کرد؟ باید شاسی رو قوی کرد. دو تا شاسی رو هم میذاره. واقعا فکرش خیلی قویه، نمیدونم. با قوی کردن شاسی از اینجا راحت شد. حالا دیگه خیلی داداش کنیم بخواد قشنگ 1-2 کیلومتر این رو زیادتر بودم ول کن دیگه. موتور رو جا به جا کرد به جای اینکه بخواد خیلی محور رو واقعا فکرش رو خیلی کار میکنه. اینم درازتر میکنه. این بار میخواد چی کار کنه؟
چرا خیلی خود درست کنم. آره الان میخوایش کنم ببینی جیبن آجی بنازم چیکار کرد اصلا فکرشو باش یه جرثقیل درست کرد که این فاصله زیاد و با استفاده از اون بره. همون چی بود اسمش نمیدونم یه چیزی بود روی سیم می بود خلاص نمیدونم اسمش چی بود ولی بریم به ادامه ویدیو. بازم قاضی نشد. حالا یکی در میون سبکتر کرد اون میله رو تعادل حفظ شد بعدا. خب الان ضعیف نیست به زور رد شد. واقعا فکر قوی دارن. واقعا ویدیو تموم شد ولی واقعا چه فکر نابی داشتن. کلا 2 تا ویدیو بود. ویدیو دومی خیلی فکر کنم 3-4 دقیقه بود ولی انشالله که دوست داشته باشید. واقعا فکر قوی داشتن یعنی شما صنعت خود حتی صنعت لگویی خودروها رو باش یعنی فکرشون چقدر کار میکنن روی این صنعت ماشینی و خلاص از اونجور حرفا که حتی به هیچ جوره راضی نشدن. یه بار تعادل رو زیاد کردن یه بار شاسی رو قوی کردن یه بار شاسی رو ضعیف کردن یه بار سبک سازی کردن یه بار سنگی سازی کردن یه بار چرخ‌ها رو عوض کردن یه بار گیربکس رو قوی کردن یه بار موتور رو قوی کردن و اینجوریه که ماشین قوی و قوی‌تر میشه تکامل پیدا میکنه و از اینجور حرفا. و اینکه همه جا لازم نیست همیشه موتور رو قوی کنی گیربکس رو قوی کنی همیشه تقصیر از قدرت نیست و باید به بعضی جاها سنگی سازی کرد تعادل سازی کرد چرخ‌ها رو عوض کرد و از اینجور حرفا. انشاءالله که دوست داشته باشید حتما لایک و سابسکرایب کنید و اگر دوست داشت به ویدیوهای قبلی یه سر بزنید. واقعا چی بود اسمش نمیدونم یه چیزی بود روی سیم می بود خلاص نمیدونم اسمش چی بود ولی بریم به ادامه ویدیو.